سلام عشقای دلم، چطورین؟ امیدوارم که عالی عالی باشی. بیاین با هم دیگه آماده شیم. قراره بریم یه جای هیجان انگیز، ولی بهتون نمیگم که فعلا قراره بریم کجا. فعلا بیاین چمدون ببندین. ادامه ویدیو خودتون میبینین که کجا دارم میرم. کامل براتون توضیح دادم. خب من اینجا شروع کردم وسایلمو یکی یکی جمع کنم، بچینم داخل چمدون که برم. اینجوری بود که من دایم قراره که ساعت 7 بیاد دنبالم که بریم من سوار اتوبوس کنه، من برم. اتوبوس ساعت 7 حرکت میکرد. دایمم سر کار بود دیگه، گفته بود آماده شو، من میام خودم میبرمت. اینجا خونه زن دایمم، دارم آماده میشم، لباسام جمع میکنم، سعی کردم لباس گرم بچه‌ها بردارم، چون جایی که دارم میرم هوا خیلی سرده و من فقط لباس زمستونی با خودم بردم، مثلا لباس تابستونی بر نداشتم. یه چند دست لباس خونگی برداشتم، چون قراره بریم اونجا، جای هیجان انگیزی که ادامه ویدیو میبینین. گفتم که لباس مجلسی نیاز دارم و همراه خودم یه دست لباس مجلسی برداشتم که قراره خیلی خوش بگذره. شما اگه دنبال هیجانین، دنبال یه ولاگ خیلی قشنگین که خیلی بهتون خوش بگذره، حتما همراه من باشین، چون این ویدیو به جز این که حالا جای گردشگریه و قراره بریم کلی بچرخیم خوش بگذرونیم، کلی چیزای آموزشی قراره بهتون یاد بدم که مطمئنم توی مهمونی‌ها، عروسی‌ها، تولدها به دردتون میخوره و حتما 100% ازش میتونین استفاده کنین با هزینه خیلی کم، بدون اینکه بخواین آنچنانی هزینه کنین یا از بیرون سفارش بدین. خودتون میتونین خیلی راحت تو خونه با کمترین ابزار، با کمترین هزینه خودتون درست کنین. خب حالا بیاین که وسایلامو جمع کنیم. من اینجا چمدونم که آخراش بود دارم جمع میکنم. لوازم آرایشی برداشتم که خب اونجایی که قرار بریم لوازم آرایشی نیاز دارم، چون قراره که خودم میکاپ کنم و هالووینم نزدیکه، قراره که گیریم هالووینم انجام بدم که اینو توی ویدیو بعدی میبینیم. یعنی توی این ویدیوم خبری از گیریم هالووین نیست. اینجا فقط الان دارم میبرمتون یه جای خیلی قشنگ. خب وسایلمو یکی یکی جمع کردم، خیلی هم عجله داشتم، دیرم شده بود، چیزی نخورده بودم، از صبح زود بیدار شده بودم و همش دنبال وسایل بودم. یه تیکه از وسایلام، یکم از چیزایی که حالا نیاز داشتم ضروری بود، خونه خالم بود. صبح بلند شدم رفتم با پسر داییم اونا رو از خونه خالم آوردم، با کمک همدیگه آوردیم. یه سری خریدا داشتم، رفتم خریدامو انجام دادم اومدم و بعدش دختر خالم اومد دنبالم، کار داشت، با هم رفتیم انجام دادیم اومدیم دیگه. خیلی دیرم شده بود، اینجا تون فقط داشتم چمدون بستم که دایم اومد بریم که از اتوبوس جا نمونم، چون اتوبوس رأس ساعت 6 حرکت میکرد. من بعد رأس ساعتی که گفته بود اونجا باشم. اینجا بچه رینگ لایت و خب سپایه و ابزاری که نیاز دارم که براشون ولاگ بگیرم بعد با خودم میبردم. اینجا دارم رینگ لایت و لای لباسم جاسازی میکنم، میذارم توی چمدون که نشکنه، چون اگه بهش فشار میومد میشکست و خب خیلی بد میشد. اینجا دارم وسایلمو یکی جابجا میکنم که رینگ لایت رو جا بدم بین وسایلم که آسیب نبینه. خلاصه شروع کردیم وسایلمو جمع کنیم و زندای من حالا پشت صحنه کمکم میکرد، چون نمیتونست بیاد توی تصویر، ولی پشت صحنه کمکم که یکی یکی بهم یادآوری میکرد که چه وسایلی بردارم. اینم از چمدونم بچه جمع کردم و انشالله که چیزی جا نذاشته باشم. ادامه ویدیو همراه هم باشین. خب اینجا داشتم با یاسی خدافظی میکردم، با دختر خاله‌ام اومده بود خونه دایمینا، داشت میرفت سر کار، گفت قبلش بیام ببینم دلم برات تنگ میشه. خلاص اومد منو ببینه، ازم خدافظی کنه و کلی اذیتش کردم، سرویسش گذاشتم. اینجا هم زنده میگفت برای تو را اولویه درست میکنم ببری گرسنت میشه اولویه بخوری. اینم از اولویه، همین اولویه خوشمزه درست کرد. حالا ادامه ویدیو با من همراه باشین. سلام، چطورین بچه‌ها؟ بیاین بریم خونه، میخوام چمدون ببندم، وسایلمو جمع کنم، بریم تبریز. قراره من بهتون کسا چی میگی؟ قراره من بهتون که تبریز گردی حسابی بشیم. تولد دختر خالمه، هم بریم تولدش 8 آبان پنجشنبه، هم بریم که کلی بچرخیم. خلاصه بچه‌ها اینجا دیگه زندایم بعد رقم کرد، از زیر قرآن ردم کرد و گفت که بری به سلامت برگردی. اینجا سوار ماشین شدم، چمدون رو گذاشتم توی ماشین و راه افتادیم، داریم براتم سمت اتوبوس که سوارم کنه. خلاصه رفتم و
دیگه منو گذاشت سوار اتوبوس کرد و خودش برگشت. اینم از اتوبوس که بچه من اولین تجربه سفرم بود که این همه راه دور تنها دارم میرم و 13 ساعت راهو قراره تنها باشم. راههای نزدیک خیلی تنها رفتم، مثلا از اصفهان بیام قم، ولی این همه راهو تا حالا تنها نبودم و اولین بارم بود که حالا این سفرم توی شب بود. خیلی یکم ترسناک بود برام، ولی خب من از اون آدماییم که عاشق اینم که پا بزنم همیشه رو ترس. خلاصه رسیدم تبریز و دایی اومد دنبالم، شوهر خالم که بهش میگم دایی اومد دنبالم و اومدیم خونه. اینم از اتاق دختر خالم. خب اینم از صبح که بیدار شده بودم. اینجا خونه خالمه بچه‌ها، خیلی خونه‌شون خوشگله، خونه‌شون ویلاییه، من عاشق خونه خالمم. و رسیدم اینجا صبح زود، دیگه بیدارم کردن که وسایل تولد آماده کنیم. اینم از حیاط خوشگلشون که خیلی بچه‌ها قشنگ و آرامش میده. من عاشق حیاطشونم. تابستونا اینجا میشیم توی حیاط، چای میخوریم، صبونه میزنیم، خیلی کیف میده. خلاصه گفتیم آماده شیم که دیگه کار تولد کنیم. جا دیگه اومدم یکم صبونه خوردم و اینم از خودم گفتم خودمم ببینید اصلا قیافم یکم پژمرده طوره. خیلی خسته بودم و صبح زود بیدار شده بودم. شبش هم تو اتوبوس اصلا نخوابیده بودم. خلاص رفتم همون یه دوش گرفتم اومدم که آماده شم برای تولد، که تولد داریم. اونم چه تولدی بچه‌ها، تولد خیلی قشنگ. حالا ادامه ویدیو با من باشین. خب بچه‌ها بیاین حالا خودتون ادامه ویدیو میبینین. بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. من اومدم با یه ولاگ دیگه، قراره که براتون ولاگ تولد دختر خالم بگیرم. حالا داستان از چه قراره که تولد چوسی بگیره و تولد خیلی اوکی، یعنی خیلی خوب بگیره و از لحظه به لحظهش از همه چیزش براتون فیلم میگیرم. فردا قراره بیان دکورش رو بزنن، حالا وسایلی که قراره آماده کنیم، فینگر فود، غذا یا هر چیزی که قراره آماده کنیم و براتون فیلم میگیرم و میذارم. ولی دختر خالم هیچ نقشی نداره، فقط جزئیاش هست. فقط قراره که از خودم و حالا چیزایی که تو مهمونی هست، دکور و غذاها و اینجور چیزا، از آماده شدن خودم و اینا براتون ولاگ بگیرم. این دو حالا ممنوع تصویره، متاسفانه من نمیتونه توی فیلم باشه و براتون از لحظه به لحظه ولاگ میگیرم میذارم. امیدوارم که خیلی دوست داشته باشیم و تا آخر ولاگو نگاه کنید. ماچ بهتون خیلی دوست که صورتی زدم. تم دختر خالم سفید و قرمزه، ولی خب من عاشق لاک صورتی هم، لاک صورتی زدم. اینجا شروع کردیم یکی ساندویچ‌های سرد آماده کنیم. ساندویچ سرد درست کردیم برای مهمونامون 30 نفر بودن و اندازه تعدادی حالا مهمون سفارش داده بودیم. شروع کردیم ساندویچ درست کنیم. ایشون که میبینید توی ویدیو هست و دارم ازش فیلم میگم، عروس خاله من هست که خیلی دوستش دارم، عاشقشم و خیلی با هم دیگه صمیمی. اینجا شروع کردیم با هم دیگه دوتایی ساندویچا رو درست کنیم. دختر خاله‌م رفته بود آرایشگاه که موهاشو درست کنه برای تولدش. که شروع کردیم من عروس خالم و خالم یکی ساندویچا رو درست کنیم. از خودم که دارم درست میکنم ساندویچا رو، خیلی کیف داد، خیلی خوش گذشت. جاتون خالی. اینجا سریع داریم درست میکنیم که قراره که بیان تم تولد دختر خالم بزنن. از بیرون تم سفارش داده بودیم و قرار بود که حالا بیان تمو درست کنن توی خونه، دیزاینش کنن. یه تا اون موقع میان همه چی آماده باشه که ساعت 3 بعد از ظهر مهمونا می اومدن. خب اینجا من ساندویچ رو یکی درست میکردم میدادم به عروس خالم و عروس خالم هم میذاشت توی سینی و دیزاینش میکردیم. خیلی بچه‌ها قشنگ و خوب بود. چقدر ساندویچ خوشمزه شد. خب بعد این ساندویچ رو درست کردیم اومدیم با خالم دسر درست کنیم. چه دسری بچه‌ها، یعنی از لحظه به لحظهش براتون ویدیو گرفتم که اصلا ویدیو آموزشی حساب میشه. در واقع دسرایی که خالم درست کرد برای تولد دخترشون میتونید قشنگ نگاه کنید، شاید به دردتون بخوره توی تولداتون، مهمونیاتون، برای مهمونا بخواین درست کنین. خیلی چیز خوشمزه و لذیذی بود، مثلا خیلی خوب بود. میتونید نگاه کنین و یاد بگیرین که شیر اینجا بچه‌ها اضافه کرد، به تعداد مهمونا رو حساب میکرد. حالا هر نفری که بودن
شیر اضافه میکرد دیگه. فکر کنم به هر 10 نفر 1 کیلو شیر اضافه میکرد. اینجا تخم مرغا رو زد، وانیل زد بهش و شروع کرد هم زدن. بعدم میایم آردو الک میکنیم، آرد میزنیم و بعد از اینم که آرد زدیم کامل هم میزنیم که ببینیم غلظتش تا چه حد میشه. یعنی وقتی دارین درست میکنیم متوجه میشین که حالا چقدر باید آرد بریزین که اون غلظت به دست بیاد. خلاصه شروع کردیم آرد بریزیم و بعد از اینکه آرد رو الک کردیم بهش شکر اضافه کردیم، شکر زدیم یکم معمولی، یعنی زیاد شیرینش هم نکردیم، زیاد بیمزه هم نبود، یعنی شکرش رو به اندازه زدیم. یه خودتون باید بچشین ببینین که چقدر شکر نیاز داره و چقدر شیرین دوست دارین باشه. بعدش هم بهش شکر اینجا اضافه کردیم و هم زدیم. خیلی دسر خوشمزه‌ای میشه. حالا ادامهش براتون میذارم. خب بعدش گذاشتیمش روی شعله گاز روی حرارت خیلی کم و شروع به هم زدن کردیم و مدام همش بزنین. اگه مدام همش نزنین گوله گوله میشه و خیلی بد میشه. اینجا بهش کره و گلاب یکم اضافه کردیم که خوش طعم و خوش عطر بشه و همش زدیم تا جایی هم میزنیم که بچه‌ها یکم غلیظ بشه و سفت بشه، خودش رو بگیره. بعد از اینکه سفت شد یکم خودش رو گرفت زیرش رو خاموش می‌کنیم و میذاریم سرد شه. بعد از اینکه خنک شد، بچه‌ها خنک شد یکم میایم بهش چیکار می‌کنیم؟ بهش قراره که مغز اضافه کنیم. خب اینجا ما بهش مغز زدیم. مغزه ها رو بچه‌ها پودر کرده بودیم. مغزه چی هستش؟ حالا فندق. بهش مغزه فندق اضافه کردیم. خیلی خوشمزه میشه. فندقش رو سعی کنید خیلی زیاد بزنید چون هر چقدر فندقش زیاد باشه خوشمزه تر میشه. خلاصه مغزای فندقمون هم بهش اضافه کردیم و شروع کردیم هم بزنیم که قشنگ با هم دیگه مخلوط بشه، خوشمزه بشه. بچه دسرش خیلی خوشمزه بود. من این دسر رو خودم هم اولین بار بود که تست کردم و حالا از خالم یاد گرفتم که حتما درست کنم برای خودم. خلاصه اینجا اومدن که تمو بزنن. 2 تا آقا بودن اومدن تمو بزنن و اینجا بادکنک ها رو باد میکردن. بادکنک ها بچه‌ها بادکنک های حبابی بود، همینطور که دارین توی تصویر میبینین طبق سلیقه دختر خالم. اینجا شروع کردن که دیزاین کنن. تمش میگم که سفید و قرمز بود. اینجا دکور رو آوردن، دکور رو زدن. بعد از اینکه دکور رو زدن بهش بادکنک ها رو آویزون کردن و فکر کنم 5 تا یا 6 تا گل رز 30 سانتی هم بهش زدن که من آخر ویدیو، یعنی بعد از اینکه این ویدیو رو دیدین، براتون فیلمش رو گذاشتم که چطور شد دکورمون خیلی قشنگ شد و کلی عکس و فیلم گرفتیم. خلاصه اینجا هممون تو هیاهو بودیم، هی میبینیم که داریم میریم میایم، داریم آماده میشیم، آرایش میکنیم. من حالا به جز اینکه حالا گذاشته بودم سپایه رو خودش داشت براتون فیلم میگرفت، هی حواسم بود میومدم تون تون نگاه میکردم که یه موقع قطع نشه وسطش. بعد دوباره میومدم وای میستادم شروع میکردم که آرایش کنم و براتون گذاشتم یه تیکه از میکاپ کردنم و اونجایی که دارم موهامو درست میکنم براتون فیلم گرفتم گذاشتم. ولی خب حالا فعلا اینجا رو نگاه کنی. گفتم که شاید به دردتون بخوره چون یه سری افراد هستن که خب من خودم دیدم توی ایده هایی که دارن و توی ذهنشون میاد خودشون دکور میزنن توی خونه، خیلی خلاقانه توی فکرشون میاد و با ابزارهایی که حالا توی خونه دارن دکور درست میکنن. منم گفتم که فیلم بگیرم، ازشون اجازه گرفتم، گفتم که اگه مشکل نداره من ازتون فیلم بگیرم. دیگه گفتم مشکلی نداره و منم سپایه رو گذاشتم که براتون فیلم بگیره که نگاه کنید، شاید به دردتون بخوره و شاید بخوان برای اصلا ایده بردارین برای تولدتون، چون دکورش میگم ساده و شیک و قشنگ بود. خلاصه اینجا دکور رو زدیم که بریم بقیه کارا رو انجام بدیم. دکورش خیلی قشنگ شد، من عاشق دکورش شدم و تمی که حالا داشت خیلی خوب بود. این خانمی هم که رد شد بچه زندایی منه، اصلا حواسش هم نبود که من دارم فیلم میگیرم چون قرار بود که هیچکی توی فیلمم نباشه، ولی خب به هر حال افتادن دیگه، همینجوری که من رد میشدن یه تیکه میافتادن، ولی من سعی کردم اون جایی که حالا بقیه هستن و یه مقدار کات کنم، تا جایی که میتونستم کاتشون کردم. ولی خب
دیگه به هر حال یه ذره افتادن که اشکال نداره. خب خلاصه تم ما رو هم زدن. بعد از اینکه تم ما رو زدن و رفتن، بچه‌ها یه چراغ بهمون وصل کرده بود برامون روی دکورمون که الان دکور رو وقتی از نزدیک نشونتون بدم خودتون می‌بینید. چراغش قطع شده بود و ما هر کاری کردیم چراغ وصل نشد و زنگ زدیم بهشون، دوباره برگشتن. تا برگردنم خیلی زمان برد و نزدیک اومدن مهمونا بود. گفتیم بیاین چراغو برامون بس کنین، اصلا روشن نمیشه و اتصالی داشت، میترسیدیم که خودمون دست بزنیم. گفتیم خدایی نکرده برق میگیرتمون. خیلی هم بهش ور رفتیم که وصلش کنیم ولی وصل نشد و گفتیم که خودشون بیان انجام بدن. خب خیلی هزینه هم گرفته بودن بچه‌ها. هزینه دکور خب میدونیم که خیلی زیاد، الان همین دکور ساده که داریم میبینین 7 میلیون شده. و دیگه خلاصه زحمت کشیدن، دوباره تشریف آوردن برامون چراغش هم وصل کردن چون قطعی داشت. گفتیم که بیاین وصل کنین. حالا اومدن، درسته که با تأخیر اومدن ولی اومد برامون چراغش رو درست کرد چون قشنگی این دکور به چراغش هم بود. می‌خواستیم عکس بگیریم و به نور نیاز داشتیم. نور عکسامون رو قشنگ‌تر می‌کرد دیگه. اومدن درست کردن. خب اینجا هم دارن گل روزا رو وصل می‌کنن. فکر می‌کنم گفتم که 5 تا یا 6 تا گل رز بود. خیلی گل رزش ناز بود و خوب شد. خلاصه تا اینا درست کنن ما هم درگیر لباس پوشیدن و آماده شدن و اینکه میزو بچینیم بودیم، خونه رو تمیز میکردیم. اون ساعت 3 بعد از ظهر دیگه مهمونا میومدن، گفتیم همه چی آماده باشه که خودمونم بشینیم دیگه، نخوایم هی کار کنیم. این چراغیه که بچه‌ها بهتون گفتم نگاه کنید روشن شد. خیلی چراغش خوشگل، کلا دکورش خیلی نازک بود، من که خیلی دوست داشتم. خلاصه اینم از این. تولد بازی کردیم حسابی و کلی هم کیف کردیم. براتون از همه چی فیلم گرفتم، ویدیو گرفتم، عکس گرفتم، همه رو براتون میذارم که ببینین و کیف کنین. اصلا با خودم آوردمتون تو دل این تولد بازیه که کلی عشق کنین. اینم از دکور بچه‌ها. دکور تموم شد و خیلی هم قشنگ شد. اینجا رفتیم دختر خاله‌مو صدا کنیم که بیاد ببینه، نظر بده. تشریف آوردن و نظر داد. دختر خاله‌م گفت که عالی شده. اینا از دکورش. این چقدر شیک و قشنگ شد. من که خیلی دوست داشتم دکورش. خب اینجا رفتیم یکی یکی دسرا رو آماده کردیم و ریختیم داخل جاما که بچینیمشون روی میز. یکی یکی میچیدیم، دورش رو تمیز میکردیم و هم برد میزش می‌ریزیم. اینم از میوه ها، ساندویچ ها. و اومدیم که خودم آماده شم. اینجا شروع کردم به آرایش کردن. خیلی هم عجله داشتم، یعنی هولی فقط داشتم براتون فیلم میگرفتم. اینجا نزدیک اومدن مهمونا بود و ما گفتیم که قبل از این که حالا مهمونا بیان یا چند تا عکس خودمون بگیریم چون مهمونا میومدن دیگه وقت نمیشد واقعا. دیگه تون داشتیم آرایش میکردیم و منم یه آرایش خیلی گوگلی طور انجام دادم، آرایش قهوه‌ای انجام دادم و آماده شدیم. سلام، چطوری؟ رسیدیم به روز تولد، روز مود رسید. خب قراره که ما هم دیگه حاضر شیم. میخوام که موهامو فر کنم، یعنی حالت بدم یکم بهش که از این آشفتگی در بیام. میام اول موهامو درست میکنم، بعدم میرم سراغ میکاپ. خب این از موهام تو داغ نسوزم صلوات.
یه ذره حالت گرفت ولی نه اونقدر. نه چشم برسون میزنم. بینم از خودم چطور شدم، قشنگ شدم. هم موهامو خیلی دوست داشتم. من چون مدل جمع بهم میاد موهامو از بالا بستم و لباسم هم که اینه. امیدوارم که قشنگ شده باشه، نظر بدید حتما. جام دارم دابسمش میرم برای خودم، سرگرمم حسابی. و اینم از کیک خوشمزش. انقدر خوشمزه بود کیکش که نگم براتون. برامون نوشیدنی سرو میکنه که میل کنین. نه شوخی میکنم، اینجا داشت عکس میگرفت. خب اینم از کادوها بچه. من زیاد نتونستم از تولد براتون ویدیو بگیرم چون که مهمونا محدودیت داشتن و من اجازه فیلم برداری نداشتم و تا جایی که میتونستم و در توانم بود واقعا براتون فیلم گرفتم. واقعا خیلی خسته کننده بود. کسایی که حالا انجام میدن این کارو میدونن که واقعا خسته کننده است و من تا جایی که تونستم براتون فیلم گرفتم که شما هم لذت ببرید. عاشقتونم بچه‌ها. اینجا هم کادوهاشو یکی یکی آنباکس کردیم، براتون فیلم گرفتم. کادوهایی که دوست داشت براش آورده بودن کادوهای خیلی قشنگی بود و واقعا سنگ تموم گذاشته بودن. مرسی از تک تکشون که انقدر کادوهای خوشگل و قشنگی خریده بودن. من خیلی کادوهاش عالی بود. خودم بعد تولد بگیرم حتما. سلام، چطوری؟ مهمونی تمام شد، همه مهمونا رفتن، دوستای زهرا دیگه رفتن، کادوها رو آنباکس کردیم، خونه رو جمع جور کردیم، همه جا رو، ظرفا رو شستیم و الان رسیدیم به مرحله آخر، یعنی آرایش پاک کردن. آرایشمو پاک کنم، برم صورتمو بشورم چون دارم دیوونه میشم. یعنی انقدر کلافم آرایش دارم که حد نداره. حالم داره به هم میخوره از پوستم، از خودم. یعنی من زیاد نمیتونم با آرایش بمونم، نهایتا 2 ساعت 3 ساعت. الان 5-6 ساعت این آرایش رو پوست منه و حالم داره به هم میخوره، احساس سنگینی میکنم. پاک کنم، برم بشورم، لباسمو عوض کنم و بریم تا فردا که قراره بریم یه جای هیجان انگیز از تبریز. قراره بریم، نمیگم تا خودتون ولاگ بعدی رو ببینید. اگه بگم مزهش از بین میره. قراره بریم یه جای خیلی خوب که فقط میتونم بگم از دستش ندیم و ولاگ بعدی رو حتما ببینید که قراره ببرمتون یه جای قشنگ از تبریز. تبریزم که میدونید کلا اروپا و خیلی جاهای قشنگ و دیدنی داره که خب من وقت نمی‌کنم این مدتی که تبریزم همه جا ببرمتون، ولی سعی می‌کنم که بیشتر جاها رو نشونتون بدم و بریم با هم حساب بگردیم. پس ولاگ بعدیمو حتما نگاه کنید که قرار خیلی قشنگ باشه. دیگه لباسمو عوض کنم و برم بخوابم که فردا قرار بریم اونجا و شما هم ولاگو از دست ندید. عاشقتونم بچه‌ها. تا یه ولاگ دیگه، خدافظ.